الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله تعالى به پیامبران به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ کردند که هر نعمتی که دارند تمام این نعمتها از جانب پروردگار هست و رب العالمین هست. هیچ نعمت در دنیا ذاتی نیست که مال خود شخص باشه، مال جمع باشه، مال فرد باشه. صاحب نعمت و ولی نعمت تنها و تنها پروردگارند و همه نعمتها را که الله عنایت می کنند آزمایشند و امتحانند. الله بندگانش را آزمایش میکنه و نعمت میدهد تا ببیند که چه اندازه قدر این نعمت میدانند، شکر خدا را چگونه ادا میکنند. و این آزمایش همینه و امتحانه. مصائب و آلام و آفات و بلا هم که می آیند هم آزمایشات و همه امتحانند. تمام تحولات که توی دنیا شکل میگیره و صورت میگیرند همه آزمایشان برای بندگان و امتحانند. هیچ کس نعمت را نباید از آن خود بدانه، از شایستگی خود بدانه، از لیاقت خود بداند و نعمت را حق ذاتی خود قرار بده، بلکه تمام این نعمت را از خدا بدانند و بدانند که این آزمایشان امتحانند. اگر شکر نعمت انجام بگیره، قدردانی نعمت انجام بگیره، نعمت الله افزایش میده. ولئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر نعمت انجام بگیرد الله نعمت افزایش میدهد، اضافه میکنه. و اگر شکر نعمت انجام نگیره و کفران انجام بگیرد
ناشکری انجام بگیره، نعمت حق خود بدانه، نعمت فکر کنه که این دائمیه، تا من هستم این نعمت هست با من، این اشتباه بزرگی است و این انسان نعمت را از دست خواهد داد و نعمت الله میگیره. چه بسا انسانان که خیال میکنند که از نعمت سلامتی برخوردارند، خیال میکنه که این سلامتی همیشه برای ما میمانه. یک مرتبه میبینید قلبشون گیر میکنه، کبد گیر میکنه، کلیه ها گیر میکنن، مغز گیر میکنه و انسان دچار مریضی میشه. انسان های سالم و تندرست گاهی که دچار مریضی میشه انسان نمیشناسه که او انسان سابقه. چنان تغییرات و تحولات در سلامتی می آید. بسیاری انسان ها شبها خوابند، راحت خوابند، اما وقتی که مبتلا میشن خواب راحت شب را از دست میدن، آرزو میکنن که کاش نعمت بار دیگه برگرده و بشه که یک شب تا صبح من خواب برم. چه بسا انسانان که این نعمتهای مالی الله تعالی به اونها داده، ثروت داده به اونها، پول داده، خیال میکنن که این پول از دست ما هرگز خارج نمیشه و این نعمتها دائم میمانند، این ثروت میمانه، پول داره، مال داره ثروته. اما وقتی که قدر نعمتها نمیدانه، وقتی شکر انجام نمیگیره، این انسان گاهی دوچار میشه یک روزه که پول خرید نان نداره که نان بخره و بدهکار میشه، ورشکسته میشه. بسیاری از ثروتمندان با ورشکستگی روبرو شدن، به زندان افتادن، بار بار طلبکاران به خانهشون آمدن، تلفن میکنن، پیگیرن و این ثروتمند و سرمایه‌دار نمیداند کجا فرار بکنه، کجا پناه بگیره از دست طلبکاران که نمیتونه طلب اونها را پرداخت بکنه. خیلی ثروتمند ما در شهر خودمون زایدان دیدیم که یک روزی بود چنان در شهر میگشتند با ماشین مدل بالا و آخرین مدل سوار می شدن، بهترین مسکن، بهترین لباس، ولی یک روزی هر کسی که با اونا دست میداد و مصافحه میکرد، افتخار میکرد که من با فلان شخص دست دادم، اما یک روزی که مردم از اونا فرار میکرد، مردم میدیدند و رو اونور میکردن، ثروت از دست دادن، دارایی از دست دادن، بدهکار شدن، محتاج مردم شدن، نیازمند مردم شدن. هیچ نعمت تا آخر همراه نیست مگر این که قدر اون نعمت ادا بشه، مگر این که اون نعمت انسان از پروردگار بدانه. مصیبت هم اینطورن عزیزان من، مصیبت هم می آید، بلا هم می آید. چه بسا مریض دیدیم که خیال می کردی که این مریض خیال می کرد که شفا حاصل نمی کنه، تندرست نمیشه، ورشکسته خیال می کرد که حال من خوب نمیشه. بیاده کسی که الان نیست و خدا رحمتش کنه، رفته از دنیا، از همسایه های مسجد بود، ما روز شکایت کردند از او مغازه‌داران که حساب ما را نمیده، وام میکنه و بعد بر نمیگردنه. ما او را خواستم و گفتم مردم از شما شکایت دارن، گفتن که راستش اینه که من چیزی ندارم که بینه بدم، من وام نکردم که بینه بدم، چرا که چیزی نیست من بدم. من گفتم که نه، او را گفتم که تو وام که کردی همه نیت بکن که اکینه را بدی، خدا به تو میده. گفت خدا به من هیچ نمیده.
مایوس بود از خدا. اما یک روز همون مرد گفت بار دیگر گفت که امروز در زاهدان کسی سرمایه من نداره. همون بنده خدا گفت که من الله سرمایه داده و پول مجدد وقتش برگشت و الله با او سرمایه داد. و این مایوسی و ناامیدی بسیار اشتباهی و غلط. مریض دیدیم که هیچ کسی خیال نمی کرد که این درست میشه. خیلی زندگیش سلامتیش به هم خورده بود و حدیث است که شما هر کسی را ملاقات کردید هر مبتلای را بگی حال شما خوب میشه و بالاخره بر حسب همون حدیث گفته که شما حالتو انشالله خوب میشه، شما سالم میشه. ولی هم خود ما فکر نمی کردیم که مثلا اینطور افتاده چگونه خوب میشه، ولی حدیث آمده که آن حضرت فرموده شما بگید. ما گفته تو خوب میشه. یک روز همین دیدیم که مسجد میاد اگر کسی میگو که اینطور مریض بوده این شاید هیچ کسی باور نمیکرد. خیلی انسان ها افتاده توی بیمارستان و خانه حالشون خوب شده و تنگ دست شدن، فقیر شدن، مالدار شدن مجدد و گرفتار شدن. گرفتاری هایشون را الله رفع کرده. از نعمت های الله تعالی آنه که الله قدرت بده و الله تعالی حکومت بده و او شخصی که الله به او حکومت داده، قدرت داده، عزت داده، بدونه که این نعمت از شایستگی او نیست، او لیاقت ما نیست. اگر عزتی است، عزت و ذلت همه از جانب پروردگار. عمل کرد ما دخیل در ذلت و عزت تنها و تنها از جانب پروردگاره که می آید و به هر حال مظلومیت و ظلم و اینها بی تاثیر نیست که به انسان بکشه. اینجا که حافظ تلاوت کردن قرآن تذکره حضرت موسی و بنی اسرائیل که بنی اسرائیل بچه هایشون را فرعون ضبط می کرد و می کشت. اطفالا بچه های کوچکا ضبط می کرد پسران اینها را. و اما روزی که فرعون الله غرق کرد حضرت موسی بنی اسرائیل خطاب کردن ای بنی اسرائیل شما زیر شکنجه بودید، شما چه عذابهایی را تحمل می کردی، الله شما را نجات ده. بنی اسرائیل شکر خدا را ادا کن، شکر نعمتای الله را به جا بیاورید که این الله شما را نجات داده. صاحبان قدرت و حکومت اونهایی که توی زندان ها بودن در گذشته والله اونها را از زندان ها بیرون کرد و قدرت داد، حکومت داد. و این حکومت شایستگی کسی نیست، این حکومت نعمت پروردگار، نعمتی که ما داریم، نعمتی که همه دارند. این نعمت ها المال الله، الله میده و آزمایش میکنه و لہذا اگر قدر این نعمت که الله داده، قدر این عزت، قدر این حاکمیت، این که سرنوشت انسان الله به دست خود انسان بده، سرنوشت دیگران به دست او بده، این آزمایشه. هیچ کسی که دولت در دست او هست، قدرت در دست اوست، خیال نکنه که از شایستگی اوست، از توانایی اوست. نه، این آزمایش الله. الله میده حکومت، الله میده عزت و آزمایش میکنه. اگر آزمایش خوب از آب درم، عدالت اجرا شد، انصاف اجرا شد، برای خلق خدمت انجام گرفت، اگر حاکم
حکومت رحمت خدا باشه برای مردم، در خدمت مردم باشه، صاحب قدرت درش را بر مردم نبنده و درش باز باشه و انتقاد گوش کنه، حرف مردم و شکایت مردم گوش کنه، رسیدگی بکنه، بدونه که این من چند روزی هستم، قدرت دائم نیست، هیچ بشری تعالی نیامده که قدرت دائم برای او بمانه، آمده و رفته، آزمایش به معنای امینه. و لحاظا اگر خوب عمل بکنه الله راضی میشه و بالاخره قدرتش تا دیر میمانه، دیرتر میمانه نعمت. بالاخره آخر الامر اگر نعمت انسان ویل نکنه خودش میمیره. همه سلاطین دنیا، پادشاهان دنیا، حاکمان دنیا اگر انصاف کردند حکومت با اونها مانده و خودشون مردند و رفتند. بعض هم قدرت ویل کردند و رفتند و اگر نه بالاخره از دست دادند و همه اینها از آن الله تعالی است. هیچ کسی نباید مغرور باشه، هیچ کسی با نعمتی که داره تکبر نکنه، خیال نکنه که این همیشه این قدرت مایندگاره، این توانایی ماندگاره، اینها همه نعمت پروردگاران داد رب العالمین میده و آزمایش میکنه، میگیره و آزمایش میکنه. ترحم بر مردم، شفقت به مردم، اجرای انصاف، اجرای عدالت، اجرای برابری، شنیدن حرف مردم، تواضع در مقابل مردم. الله تعالی به حضرت رسول می فرماید که شما بازویتون را در مقابل مردم پایین بیاورید. بالاترین انسان و بزرگترین فرزند آدم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله میگه که شما در مقابل مردم تواضع کنید، بازویتون را، بازوی شفقت را پایین بیارید. به همه الله دستور داده فرزندان، مخصوصا وقتی که پدر و مادر به پیری میرسند، در مقابل پدر و مادر فرزند به هر مقامی برسه، به هر درجه برسه، بازو را پایین بیاورد و باید در مقابل مردم بازو پایین باشه. باید در حکومت ها، دولت، مسئولان باید در مقابل مردم پاسخگو باشه. اگر مردم اعتراض دارند اعتراضشون را بشنوند. چقدر توی همین ایام گذشته بالاخره مشکلات توی کشور بوده. 43 سال است که اقوام و مذاهب گرفتار مشکلات و تبعیضند و چقدر شکایت شده، چقدر نامه نوشته شده، چقدر مسئولان بالا ملاقات شدن، رؤسای جمهور و صاحبان مقام و مقامات به مقام رهبری چقدر نامه نوشته شده است، چقدر شکایت شده و به دیگر کسانی که تاثیر گذارند در طول این مدت شکایت نوشته شده. تبعیض برخلاف اصل دین اسلام. دین اسلام مخالف با نابرابری، با تبعیض. دین اسلام دین مساوات، دین برادری، دین برابری و این تبعیضات دائما شکایت شده. فشارهایی که بر مسائل امور مذهبی، آزادی هایی که در قانون اساسی آمده، این آزادی ها
در قانون چیزی هست و بیرون اما با چالش و مشکلات روبرو بوده. بسیاری جا برای اقامه نماز مردم روز عید آمدن بسیاری جا نگذاشت. برای جمعه مشکلات بوده، برای نماز مشکلات بوده. در بسیاری از شهرها و برای تعلیم چالش های بوده و مشکلات. همه اینها شکایت شدن، همه اینها طبیعی شده، همه اینها به استدلال صحبت شده. کل ملت ایران مشکلات داشته و این مشکلات رسیده به گوش مسئولان، بیان شدن، طبیعی شدن به زبانهای مختلف، به نحوه مختلف. و امروز برحال این اعتراضاتی که در ایران موجوده، همین مسائلی که مسائل رسیدگی نشدن، مسائل مشکلات بالای مشکلات قرار گرفته و امروز برحال این ملت ایران به صدا در آمده و داره فریاد میکنه مشکلات خودش را. اگر اینها در گذشته رسیدگی می شدن شاید کار به اینجا نمی رسید که امروز رسیده و لحاظا اینها باید فرصت داده بشن که حرفشون بزنن و هر کسی مشکل داره حرف بزنه. حرف باید گوش کرد، دشمن تلقی نکرد. در کسی که داره گرفتاری دارن، مشکلات دارن، مشکلاتشون را باید بشنون، چاره اساسی باید بیندیشن. به هر حال مردم ببینند که خواست مردم چیه، مردم چه میخواهند، اکثریت ملت ایران چه میخواهد، مشکلش چیه. شنیدن حرف مردم، تدبیر بهترین راه و بهترین چیزی و لحاظا این حیاتی و مهمه. کشتن مردم و زدن مردم و خشونت از هر طرفی که باشه به هر حال این راه حل نیست، راهکار نیست و باید همه ایرانیان و لحاظا ایرانی ها باید یک دیگر را تحمل کنند و شکایت حرف مردم را بشنوند و باید به مردم رسیدگی بکنند. جریانی که اخیراً اینجا پیش آمده توی شهر زاهدان و این حادثه بسیار دلخراشه و این حادثه در نوع خودش در ایران هیچ جای اتفاق نیفتاده. خیلی تعجب ما که مسئولان رده بالا چرا سکوت کردن در رابطه با این مسئله و اتفاق. داها مردم در همین مصلا و توی خیابان بدون هیچ دلیل به قتل رسیدن، کشته شدن. بسیاری از اینها تیر به سر و سینه خوردن. چه کسی اینها را به قتل رسونده؟ به چه جرمه؟ به ای ویز الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت. به چه جرمی اینها به قتل رسیدن؟ مسئولان، مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه نیروهای مسلح تحت فرمان ایشونند، بالاخره همه مسئولان پیش خدای تعالی. هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت
شانه خالی بکنه. همه مسئول، همه انسانن. پیامبران مسئول بودن و خود را مسئول میدانستند. همه ما مسئولیت داریم. برای این جمعیت اینجا به قتل رسیده است. 10 نفر اینجا کشته شده و من عدد دقیق را نمیتوانم ذکر کنم که متفاوته. تا 90 خورده بعضی رفتند و حساب کردن، بعضی پایینتر بعضی بیشتر. و چقدر مردم زخمی شده، چقدر قطع نخاع شدن، فلج شدن، بسیار دست و پاهایشون قطع شده. چه کسی جوابگوی این هست؟ اینها شهروند همین کشورند، این مال همین مملکتند. نباید جواب اینها را بدن که اینها را، این افرادی که بعد این جنایت تا آفریدن و مردم کشتن الان میگردن که دروغ درست بکنن یا تجزیه طلب یا گروهک، همه کذب محض. بعضی گفتن که ما را با سلاح مورد حمله قرار دادن. آقا سلاح حمله قرار دادن، چند نفر از شما کشته شده؟ توی این صحنه 1 نفر اینجا از اون طرف کشته نشده. و این دروغ ها را چرا میگی؟ هرچه که کسی دروغ میگه این ناراضگی خدا و ناراضگی ملت، که ناراضگی خدا است، ناراضگی مردم نشان ناراضگی الله. و این مردم شما هیچ کجای دنیا چنان کاری صورت گرفته و مسئولان انتظار ما از تهران، از مسئولان هم بود که رسیدگی کنند این موضوع را. و کسانی که مرتکب این قتل شدند، بزرگترین خواسته اولیاء دم، مردم زاهدان، مردم استان، بالاترین خواسته شون آنه که تک تک این ماموران پای حساب آورده بشه. دستگیر بشه. اینا کسی که اینا را فرمان داده دستگیر بشه. ولی مسئولانی که در امر وظیفه خودشون کوتاهی کرده در رابطه با این جریان، باید پاسخگوی امر باشد. تو محل نمازی که اینجا الله تعالی را بندگی میکنند، خدا سجده میشه، الله عبادت میشه، تو این شلیک به کدوم مجوز صورت گرفته؟ به چه دلیل اینجا مردم 1-2 ساعت زیر گلوله بستن؟ یا توی خیابان که مردم در حال برگشت به خانه بودن و اینجا یک ماموری کشته نمیشه. دلیل بر اینه که طرف مقابل سلاح نداشته، برای سلاحش یک جانماز و مصلی بوده که به شانه بوده، چادری جای نمازی که سرش نماز بخونه به نماز آمده. و بالاخره این تا حالا ما منتظریم که پاسخی داده میشه. وزیر کشور آمده، از مجلس آمدن، کمیسیون امنیت ملی هنوز نتیجه به ما اعلام نکردن. حق واضح شده است، ثابته برای مسئولان که این مردم به ناحق کشته نشدند، هم میدانند. و ما به هر صورت منتظریم که این موضوع رسیدگی بشه و بالاخره هم کسانی که این جرم مرتکب شدن محکوم بشن. و هم
به مجازات قانونیشون برسن. اینجا بغیر از همین حرفها، حرف قانونی چیز دیگه و انتظارات قانونی بالاتر از قانون در گذشته هیچ کسی نخواسته. بالاخره شما را گفتن که شما حق و حقوق اقوام و مذاهب در گذشته همین صحبت بوده. الان که ملت در صحنه آمده، مردم ایران، شما بشنوید که خواسته مردم چیه، مردم ایران چه میخواهند، اقوام چه میخواهند، مذاهب چه میخواهند. و به هر حال توصیه ما آنه که حرف مردم شنیده بشه و اعتراضات مردم گوش بشه و فریاد مردم دریافت بشه و دشمنی ایجاد نشه، از این بیشتر دشمنی ایجاد نشود، بلکه راههای دشمنی گرفته بشن. ما با این اتفاقی که پیش آمد جا داره که تشکر کنم از مردم که به مردم ما درخواست کردیم که امنیت منطقه به هم نخوره و مردم مراعات کردند که گفتیم رسیدگی میکنند، به حق شما رسیدگی میشه و همین الله هم اعتقاد ما آنه که به هر حال به خواسته مردم، به فریاد مردم، به حق طلبی مردم توجه بشود و رسیدگی بشه. مجدد بنده تشکر میکنم از کسانی که به هر نحوی، به هر حال از سطح شهرستان خود استان داخل کشور به هر حال از همدردی کردن، اظهار همدردی، بیرون از کشور، خارج از کشور همدردی کردن، بسیاری خودشون حاضر شدن، بسیاری پیام فرستادن و به هر حال از این مردم که در بسیار لحظات کم، یک 2 ساعت یا 3 ساعت وقت محدود چنان تلفات سنگینی دادن که با کل تلفاتی که در تمام این 2-3 هفته اعتراضات تلف شدن برابر شد تلفات این مردم، این استان، این شهرستان زاهدان. در همین یک روز به هر حال کسانی که همدردی کردن واقعا ما از اونها قدردانی میکنیم. گله‌مندیم ما سخت از اون ایرانی های که این مردم مدتها با اونها همکاری داشتن و اونها ایرانیان، هموطنیم، هیچ حرفی نزدن. حالا چه اونهایی که فعلا در دولت نیستن ولی یک روزی اینها در دولت بودن و چندین سال حکومت کردن، رای گرفته از این مردم. از علما ما گله‌مندیم، از علمای شیعه گله‌مندیم، از علمای اهل سنت گله‌مندیم که به هر حال این جایات پیش آمد حرفی نزده این، از هموطنانمان گله‌مندیم و شما حرفی میزنی های مردم. به هر حال همه ما در جبهه‌های جنگ برای تمامیت ارضی ایران کشته دادیم. مرزهای شرق و جنوب شرقی را همین مردم مرزداران نگهداری کردند. شما اگر در قلب ایران
به امنیت زندگی میکنید و راحتید، به نعمت پروردگار و این مردمند که این مرزا را نگه داشتن. اگر مردم این مرزا را ویل کنند، مردم این مرزا را ویل کنند، بالاخره کسی نمیتونه این مرزا را نگهداری کنه. ناامنی را در طول این مدت ها که بسیاری خواسته اینجا را نام کنند، همین مردم سینه را سفر کردن در مقابل. و ما همه ما ایرانی هم میگیم که بالاخره همه یک بدن هستند و اعضای یک پیکرند. انتظار داشتیم ما که این کسانی که از رای همین مردم به قدرت آمدن، به این مردم باید رسیدگی میکردن، حداقل اینی که جریان محکوم میکردن. و از رئیس جمهور خیلی سخت گله‌مندیم که واقعا در چه شرایطی این مردم آمدن به شما راه دادن، با چه شرایطی مردم با چه قیمتی رای دادن، در حالی که پروژه تحریم انتخابات بسیار شدید بود، ولی این آمدن به شما رای دادن. و با چه امیدی آمدن به شما رای دادن، ولی شما رای این مردم را گرفتید و شما به این مردم رسیدگی نکردید، به خواسته های این مردم رسیدگی نشد و مردم خواسته هایش را مطرح کردن، بار بار پیگیری کردن و این جریان که پیش آمده از این مردم دلجویی نشده است. و ما صبر میکنیم، برای الله تعالی صبر میکنیم، بعض هم صبر میکنیم و شکیبایی را اختیار میکنیم و ما امیدواریم که اگر در بنده هایش باز نشه، به خواسته های به حق ما خواسته ناحق و انتظار بیجا مطرح نمی کنیم. ما خواهان عدالتیم. ما به انصافی نکردیم و انصاف الان هم ما جز وظایف خود میدانیم، خواهان انصافیم. ما میگه انصاف کنه، حاکمیت انصاف بکنه. این مردم کشته شدن و نباید کسی پاسخگو باشه، نباید این مامورین دستگیر بشن، حالا اینا باید زندان بودن. کسانی که اینا را فرمان دادن باید اینا توی زندان افتاده بودن. این میتوانست که مرهمی بر دل مردم بگذاره. ما با پول و با مال و با این که بگن که اینا شهیدن، دل ما به این تسلی نمیشه، دل این مردم تسلی نمیشه. و من این عرض کردم که اگر در بندگان باز نشه، ما این در بندگان داریم میزنیم، ولی در الله زده شده و من حاضرم که قسم بخورم که خدا رسیدگی میکنه. الله تعالی به همه ما توفیق بده و همه ما را از آه مظلوم نجات بده، چرا که بین الله و بین مظلوم هیچ حائل وجود نداره، هیچ حجاب وجود نداره. آه مظلوم مستقیما به الله تعالی میرسه. همین من
افسوسم را تکرار میکنم که این همه مدت پیگیری کردیم که این مردم و اقوام این مذاهب همه در نیروهای مسلح در رژیم گذشته بودند. شاید هم اون زمانه هم شکایت بوده که ولی وجود داشتن و شما اینا را کنار هم بگذارید. گفتیم اگه جای برای آب و وطن این مردم کشته بشن، کنار هم این جنازهشون. من حتی گاهی گفته شما شهادت را چرا از ما دریغ میکنید؟ بگذارید ما برای وطن، برای تمامیت ارضی، برای امنیت مرزها مردم ما هم کشته بشن. ولی این حرف نشنیدن. اگر این مسئله بود ما امروز با این مسئله ضایعات روبرو نمی شدیم. امیدواریم که الله تعالی شنیده فریاد بندگانش را و به امید پروردگار نشستیم و درخواستم از شما همینه باز که امنیت رعایت بشه. بله امنیت ما حفظ کنیم و در شرایط حاضر با توجه به جو کشور و شرایط کشور و مشکلات که ملت ایران گرفتار ام مشکلات هست، همینه که باید حرف مردم شنیده بشه و مشکلات به هر حال به هر صورت این حرف بشنوند، حرف مردم ها، و به هر حال تدبیر صورت بگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.